هفته خبر تو خبر داره براتون از پیچ و تاب ولایت توی تله اتمی و قمپوزهای مدل 2015، اونم توسط جونورایی مثل این حاج آقا کروکودیل. چه عزتی خدا به کشور ما داده که امروز نظام اسلامی رهبر ما، حتی دولت مردای ما، آقا 5+1 مقابل ایران قرار گرفته تو گفتگو. یعنی 6 تا قدرت اونوری این همون کشوری است که اون روز همینها وقتی می‌خواستن سفیر بفرستن میگفتن باید به ما حق توحش بدید. اما امروز 5+1 تمام قدرت‌های دنیا یک طرف ایران یک طرف موندن توش. این تبلیغات سوئی که دنیای استکبار بر علیه ولایت فقیه، بر علیه امام، بر علیه رهبری، بر علیه انقلاب داره، مواظب باشیم. بالاخره دنیای تخریبه، دنیایی است که رسانه‌های همینها می‌خوان این مبانی رو تخریب بکنن. بی خود حرف مفت نزنن. حالا بسیجی‌های سرگردونی رو تصور کنین که موندن حرفای اون حاجی کروکودیل رو باور کنن یا ناله‌های این دایناسور تاریخ در رفته رو. در بین راه ممکنه سختی هایی باشه، حتما سختی هایی هست، ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد. این مردم هم تحمل میکنن. ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم. چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی ها روزی 1 وعده غذا میخورن. بله، اون چه که بسیجی‌های گیجوویچ توش موندن وضعیت چپندرقیچی نظامیه که هیچیش با هیچیش نمیخونه. هماهنگی این جماعت وامونده یه چیزی توی مایه هاست. از اون طرف قضیه قدم زدن ظریف با جان کری هم همینجوری داره کش میاد. جماعت جام زهری دنبال اینن که یه جوری داستان رو ماسمالی کنن. دلواپسا هم ریش بلا تکلیف ممجواد ظریف رو گرفتن و ولم نمی کنن. آقای ظریف گفتن که قدم زدن با آمریکایی ها در طول مذاکرات هستی موضوع تازه‌ای نیستش. قبلا هم بعضیا قدم زدن، منتها حالا این قدم زدن این مقداری بعضیا دارن درشتش میکنن. گفتن که بدانیم که مذاکره در شرایط کاری بسیار دشواری است و ما در شرایط سختی داریم مذاکره میکنیم. با آقای ظریف هم دوستانه میگم آقای ظریف گاهی وقت اگه وقت قدم زدن دیدی لازم و ضروری نیست ویلش کن و با حوصله داری. حالا هوا 2 نفره بود میای داخل قدم میزنیم اینا با همینا. هفته پیش همین تیویریش موقع انعکاس خبر قدم زدن ظریف یه سیگنال قرمز به ظریف داده بود که نکنه تو این قدم زدن دوباره یه چیزی رو بای داده باشی. هر چیزی بلند بگیم ما هم بشنویم. حالا اینکه این وسط ظریف چی به جان کری گفته، شاید بهش گفته باشه این نماینده ما تو سازمان ملل الان بیشتر از 330 روزه که معطل ویزای شما مونده ها. نکنه به نماینده ما برچسب عدم شادابی بزنی، نکنه میخواین یه فرد خوشبر و رو معرفی کنی. حالا بعد از 1 هفته معلوم شد که تنها درآمد این پیاده روی معرفی همون فرد خوشبر و رو، یعنی یه دیپلمات تروریست به نام خوشروه. بله، از قدم زدن ذلیلانه فقط همین عقب نشینی مفتضحانه در میاد. معرفی نماینده جدید ایران در سازمان ملل. وزارت خارجه در آستانه 1 سالگی خالی بودن کرسی سفیر و نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل، غلام علی خوشرو سفیر فعلی ایران در سوئیس را به این سمت انتخاب کرد. پس میشه نتیجه گرفت که تو الاکلنگ مذاکرات یه بار دیگه تیم مذاکره آخوندا بز آورد. از اونجایی که آش دزدی و چپاول تو نظام ولایت خیلی شور شده، این هفته نخبگان نظام تصمیم گرفتن یکی از دزدای تاریخ مصرف گذشته رو دم برق بدن تا بقیه رو در ببرن. قرعه به نام کی افتاد؟ به نام معاون عنتری نژاد یعنی رحیمی. دیوان کشور حکم آقای رحیمی را، محمد رضا رحیمی را 5 سال زندان، 5 سال حبس قطعی
به جرم ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال ارتشاء و جزای نقدی محکوم کرد. بعد از قطعی شدن حکم رحیمی، باقی دزدای سرگردنه یه نفس راحتی کشیدن و گفتن آخیش به خیر گذشت. البته از یک جهت هم متاسفیم در جمهوری اسلامی کار به جای بشه که معاون شمولش تعقیب بشه، ولی حالا که مستحق تعقیب بود، حالا که شد، از این شدنش خوشحالیم. اینا فکر میکنن خرشون از پل گذشته و قضیه تموم شده است، اما خبر ندارن که کله پا شدن کل نظام تقدیر مشترک همه شونه. همزمان با آغاز دهه زجر، این حاجی چاخان رو آوردن تو تیویریش تا واسه نزول بلایی مثل خمینی بر سر مردم ایران یه حدیث جعل کنه و یه تنفس مصنوعی به بسیجی‌های نفس بریده بده. خود روایات رو وقتی نگاه میکنیم اشاره میکنن که یه روزی بالاخره این علم از قم طلوع میکنه و سراسر عالم از علمی که از قم برمیخیزه بهره‌مند میشن و استفاده میکنن. چون در آستانه ورود حضرت امام هستیم، واقعا حضور امام و حرکت امام یک موهبت الهی بود و من فکر کنم که یکی از بارزترین مصادیق این روایته. آیا امروز غیر از امام سراغ داریم که از قم و تفکر شیعی رو از حوزه علمیه قم که من ترجمه‌شو عرض بکنم که حضرت فرمودن مردی از قم برمیخیزه و مردم رو به سوی حق دعوت میکنه. بی خود حرف مفت نزنن. اینم واکنش یکی از بیننده های بسیجی تیویریش که میگه تو رو خدا از این حرفا نگید دیگه، آبرویی برامون نمونده. الان یه نفر نوشتن همین الان که دلم میخواست فقط بگم الان اوضاع جوری شده که به خاطر دینداری بهمون میگن شما مریضید. ببخشید عین تعبیر رو خوندم. تازه این حرفای روی آنتنه. تو کوچه و خیابون وقتی مردم بخوان حق یه آخوند فضول مال مردم خورو کف دستش بذارن، تنها راهی که واسه آخوندا میمونه چیه؟ من فرار کنم. فرار میکنی؟ بله. سخته که آقا؟ نه خیلی خوبه، تو خونه تو هر جا تو عوض کن، خیلی راحت میشه آدم. حالا هم میشه گفت حرکت جاتو تغییر میده، هم فرار کردن میشه گفت موقعیت تو که عوض کنی آمپرت میاد پایین، بهتر میتونی. نمیمونین حالا. طبق معمول تو این هفته هم شیخ فری یه زبون درازی دیگه کرد و با یه جفتک جام زهری به عظما بلوایی به پا کرد. اونوریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن، اینوریا منو چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن. بعد میگن برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو مرد حساب؟ میگه انتقاد چیز خوبی است. ای خدا عقل سالم بده به بدن سالم. ولی فقیه هم این رفیق خلوزش رو فرستاد تو گود تا اینجوری جواب شیخ فری رو بده. زبان آدم احمق جلو مغزشه، اول حرف میزنه بعد میره تو خونه میشینه که چی گفتم. یکی کلمه حرف زدی یک عالمی را به هم میزنی. همین عالم خودمون در محدوده ای که زندگی میکنیم. این است که خیلی دقت کنید، تو حساب باشید که این زبان گزنده نگزه. اگه گزید زنبور و مورچه نیست که گزیده، اژدها است که میگزد. و حالا یک تبلیغ بسیار تأثیرگذار از تیویریش. راستی چرا باید همه فقط تیویریش رو نگاه کنن؟ جواب: ماهواره به نظر من چیز بدیه. میگم همش دنبال این بودم که ببینم لذتش چیه. هیچ لذتی هم نداره. به نظرم برنامه خود تلویزیون بهتر از ماهواره است، چون همش یه چیزای دروغ، تبلیغای الکی، نمیدونم خونه ویلا، نمیدونم اقامت الکی، نمیدونم فلان الکی، همش الکی، همش واسه گرفتن پول. بله، همه باید فقط تیویریش نگاه کنن،
چون اصلا تبلیغات الکی نداره، فقط تبلیغات برای مراسم تروریست به هلاکت رسیده داره. خوشا به حال او که پیش از آن که مرگ لحظه ای ببردنش فکر هم کند بی هوا پرید. چند عکس و یک خبر از او همین به ما رسید، چند عکس و یک خبر و نام کوچکش جهاد بود، نام خانوادگی شهید. اجتماع بزرگ جهاد ادامه دارد. جمعه 10 بهمن ماه تالار وزارت کشور. البته تیوی ریش در این زمینه کار جدیدتر هم داره، تبلیغ فتوای قتل سلمان رشدی، اون هم در قالب یه ترانه پاپ. خوابی که تو میبینی تقدیر بدی داره، پا میشی و میبینی دستاتو قلم کردی. هر کس که شبیه تو دستش به خطا رفته، تاریخ گواهه که ما شرشو کم کردی. بعد از تبلیغ تیوی ریش داخلی، حالا نوبت میرسه به حلوا کردن تیوی ریش خارجی برای جذب بچه‌های اونور آب، به خصوص بچه‌های مقیم بلژیک که هیچ تفریحی هم ندارن. ما مرتب توی خونه برنامه جام جهانی نگاه میکنیم. شبکه جام جهانی میبینم، شبکه خیلی جالب و اجتماعیه. یکی که کانال فارسی زبانه، یکی که واقعا بچه‌ها مشتاقن. از سر کار که میایم دیگه تفریحی که نداریم به جز همین که بشینیم این شبکه جام جهانی رو ببینیم و اخباری ببینیم، یا اینکه مثلا هم برنامه ورزشیشو. و برای بچه‌ها خودمونم خیلی خوبه، میخوام بچه‌های خورده با زبان فارسی مادری آشنا بشن و بتونیم این زبان مادری رو به بچه‌ها بفهمونیم، بیشتر آشنایی داشته باشن. بله، مربی زبان فارسی تو تیوی ریش هم این استاد دریوریه که بچه‌ها رو اینطوری با زبان فارسی آشنا میکنه. ادبیات ما از لحاظ واژه فحش بسیار بسیار پرواژه است. انواع و اقسام فحش‌ها در سایزهای مختلف، به قول امروزی‌ها بلدیسیم بگیم، عربا اینقدر فحش ندارن. این کلمات به این رکاکت، به این زشتی، کلمات چاروادار، فحش‌های خاطرچی، اینا چیه؟ بچه‌های ما متاسفانه مبتلا هستن. در انتها باید بگیم که اژدها وارد می شود، ببخشید نوه اژدها وارد می شود، ورژن جدید بروسلی، منتها در سایز اسمال برای نسل آینده. The